درود به همگی. توی این ویدیو میخوام 3 راز برتر راجع به نفرین شده ترین کتاب تاریخ رو بهتون بگم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. کتاب رستاخیز مردگان یا نکرونومیکون توسط عبدالحضرت نوشته شده و از اون به عنوان مرموزترین و خطرناکترین کتاب جهان هم یاد میکنن. اثری جادویی و ترسناک که راز اون تا به امروز حل نشده باقی مونده. اگه بخوایم در رابطه با قدرت این کتاب صحبت کنیم، باید بگم که این کتاب به عنوان خطرناکترین متن نوشته شده جهان شناخته میشه. و خیلی از افراد اعتقاد دارن که شما با خوندن این کتاب میتونین به رازهای پشت این جهان پی ببرین و دست به کارهای عجیبی مثل احضار روح و ارتباط با موجودات ماورالطبیعی بزنین. بر اساس بررسی‌های متعدد، عبدالحضرت که اهل منطقه شام بود توی سال 699 این کتاب رو نوشت. اما بعد از به پایان رسوندن اون کتاب، بدن تیکه تیکه شدهش پیدا شد و هیچ کس هم دلیل کشته شدن اون رو نمیدونه. همونطور که گفتیم، نویسنده کتاب رستاخیز مردگان عبدالحضرت بوده. اون به حوزه‌های مختلف و یادگیری مطالب عجیب علاقه داشت و توی دوران خودش به دیوونه مشهور بود، چون که برای دیدن آینده و پیشگویی به شیوه عجیبی عمل میکرد. در واقع اون برای برقراری ارتباط با آینده و همچنین روشن‌تر شدن گذشته از داروها و مواد مخدر استفاده میکرد تا بتونه با موجودات فراتبیعی ارتباط برقرار کنه و اطلاعات مختلفی توی این حوزه به دست بیاره. یکی از نکته‌های مهمی که باید بدونین اینه که با معیار شخصیتی که در حال حاضر در زمینه روانشناسی به اون پرداخته میشه، این فرد به هیچ عنوان یه فرد طبیعی و عادی به حساب نمیاد. البته نباید این نکته رو فراموش کرد که هیچ مدرکی وجود نداره که بتونه دیوونگی اون رو تایید کنه. عبدالحضرت سالهای آخر عمر خودش رو به دمشق و شام مهاجرت کرد و کتاب رستاخیز مردگان رو توی این شهر نوشت. توی سال 950 کتاب رستاخیز مردگان به زبان یونانی ترجمه شد و اسم اون نیز به نکرونومیکون تغییر پیدا کرد. یکی از سوالای خیلی مهمی که پرسیده میشه اینه که محتوای اصلی کتاب رستاخیز مردگان دقیقاً چی؟ خب، در حال حاضر هیچ کس نمیدونه که عبدالحضرت به صورت کامل توی کتاب رستاخیز مردگان چی نوشته و به چه مواردی اشاره کرده. اما نکته مهم اینه که این کتاب باعث از بین رفتن تمامی باورها و ذهنیت افراد درباره زندگی میشه و همین مسئله باعث میشه تا کسایی که کتاب رستاخیز مردگان رو میخونن عقل خودشون از دست بدن. در رابطه با محتوای اصلی این کتاب باید به این نکته اشاره کنم که راهب وارمیوس به عنوان یکی از افرادی که تونست این کتاب رو به دست بیاره، بعد از مطالعه در رابطه با کتاب رستاخیز مردگان گفت که ترجمه این کتاب رو به دست آورده. اما بعد از خوندن کمی از اون کتاب رو آتیش زد و گفت توی این کتاب رازهایی فاش میشه که هیچ کس برای اون آمادگی نداره و برای درک اون زمان بسیار زیادی لازمه. البته خیلی ها میگن که اون در رابطه با کتاب رستاخیز مردگان دروغ گفته و اون رو نسوزونده و کتاب راهب وارمیوس بعدها توی دست فردی پیدا شده که به اون جادوگر اعظم میگفتن.